توی این قسمت میریم سراغ قطعات رایانه و اینکه هر قطعه چه کاری انجام میده. به طور کلی قطعات مورد نیاز یک سیستم خانگی به این صورت هستند: کیس، پاور یا منبع تغذیه، مادربرد، سی پی یو یا پردازنده، کارت گرافیک، رم، هارد درایو یا حافظه ذخیره. به علاوه قطعات جزئی مثل فن خنک کننده و چیزهای دیگه. ابتدا بیایید این قطعات رو به دو دسته تقسیم کنیم: قطعات ساده و قطعات پیچیده. با کیس شروع میکنیم. کیس یک جعبه بزرگ با جنس فلز و پلاستیکه که قرار قطعات اصلی رو در خودش جای بده. انواع و ابعاد مختلفی داره و شما بسته به کاربرد و نوع قطعات اصلیتون انتخابش میکنید. مثلا اینکه چه تعداد یا چه اندازه فن خنک کننده در کیستون قرار میگیره یا اینکه ابعاد کارت گرافیکتون چقدره. برای مثال کیس های نسل قدیمی نمیتونن کارت گرافیک هایی با 3 فن رو در خودشون جای بدن، یا خنک کننده های آبی 3 فن که بالای کیس یا کنار اون قرار میگیرن به فضای کافی نیاز دارن. در سالهای اخیر خیلی ها اصلا از خرید کیس صرف نظر کردن و به جای اون چیزی شبیه به میز شیشه‌ای به جای کیس تهیه و استفاده کردن. این به این معناست که کیس قطعه ضروری رایانه نیست، اما اگه نمیتونید به گزینه دیگه‌ای فکر کنید حتما تهیه کنید. نکته دیگه‌ای که درباره کیس ها وجود داره تعداد ورودی های مختلف در پشت و جلوی اونهاست و یا صفحاتی که جای قرارگیری فن‌های خنک کننده و یا اسلات های فلزی مخصوص نگهداری قطعات داخلی. در نهایت باید بگیم به خاطر اینکه قطعات داخلی نقش پررنگی توی انتخاب کیس دارن، انتخاب این قطعه رو بذارید برای آخر کار. قطعه بعدی منبع تغذیه است. این قطعه قرار برق کامپیوتر شما رو تامین بکنه. قدرت منبع تغذیه بر حسب واحد وات اندازه‌گیری میشه. پاورهای قابل استفاده معمولاً از 400 تا 1000 وات هستن. برای انتخاب پاور باید برق مصرفی مورد نیاز مجموع قطعاتتون رو اندازه بگیرید و یک منبع تغذیه قوی‌تر از برق مورد نیازتون رو تهیه کنید. معمولاً این قطعه در پایین کیس و پشت اون جای میگیره. قطعه بعدی مادربرده. این قطعه اصلی ترین قطعه رایانه شماست و قراره تا همه قطعات بر روی اون قرار بگیرن و با هم در ارتباط باشن. مادربردها بر اساس اندازه به 4 دسته تقسیم میشن: EATX، ATX، میکرو ATX، مینی ATX. برای انتخاب مادربرد نکات زیادی هست که باید حتما مد نظر بگیرید. نکته اول تعداد و نوع ورودی قطعات هست. این مربع کوچیک که معمولاً بالای مادربرد و در وسط اون قرار میگیره محل قرارگیری پردازنده است. در زمان خرید توجه کنید که نوع سوکت پردازنده باید با نوع سوکت ورودی مادربرد یکی باشه. برای مثال سوکت یک پردازنده از نوع LGI 1220 هست. پس سوکت مادربرد شما هم باید از نوع 1220 باشه. در سمت چپ یا راست مادربرد تعدادی شیارهای عمودی میبینید. این شیارها محل قرارگیری رم هستند. تعداد ورودی های رم بر روی مادربردها از 1 تا 8 متفاوته. نیازی نیست که در زمان خرید به تعداد ورودی های مادربرد رم تهیه کنید. اما خرید یک مادربرد با ورودی تعداد رم بالا میتونه در زمان ارتقای کامپیوتر به شما خیلی کمک کنه. قسمتی که در پایین پردازنده وجود داره مختص قرارگیری SSDه. این قسمت در بعضی از مادربردها به صورت تک و در بعضی دیگه به صورت دوتایی وجود داره. ورودی پایین‌تر این بخش محل قرارگیری کارت گرافیک. اولین قسمت بالاتر از همه برای کارت‌های گرافیک تک و قسمت‌های پایین‌تر برای قرار دادن چندین کارت گرافیک به صورت همزمان و موازی است. مادربرد در زمان نصب بر روی یکی از درپای کناری کیس قرار میگیره. حالا وقتشه تا بریم سراغ قطعات پیچیده کامپیوتر. پردازنده مغز متفکر رایانه شما و قطعه اصلی رایانه در هنگام کار. پردازنده تصمیم گیرنده است و تمامی برنامه‌ها و کارهایی که انجام میدین توسط این قطعه پردازش و انجام میشه. برای انجام کارهای گرافیکی ساده یا گیمینگ یک مدل متوسط از این قطعه ترجیحاً نسل‌های آخر برای شما مناسبه. اما اگر قصد پردازش‌های قوی به خصوص کارهای سه‌بعدی یا جلوه‌های بصری رو دارید، باید به سراغ قطعات قوی‌تر برین. قطعه بعدی رم در واقع حافظه کوتاه مدت رایانه شماست. این قطعه دسترسی سریع به موارد مختلف در رایانه رو برای شما فراهم میکنه و پردازنده اطلاعاتی که به دسترسی سریعتر نیاز دارن رو در رم ذخیره میکنه. اسلات های رم در تعداد تک، جفت، 4 و 8 تایی در مادربرد قرار میگیرن. هر چقدر که تعداد اسلات های رم بیشتر باشه، پردازش سریعتر انجام میشه. همچنین سرعت کارت رم بر اساس هرتز اندازه‌گیری میشه. کارت های رم معمولاً بین 2000 تا 4600 هرتز سرعت دارن. هر چقدر که این اعداد بیشتر باشه، رم دارای سرعت بالاتریه. تقریباً تمام نرم افزارهای گرافیکی از امکانات و قدرت رم بهره مند هستند و شما باید هر چقدر که میتونید رم قدرتمندتری برای سیستمتون تهیه بکنید.
برای نرم افزارهای دو بعدی ساده‌تر حداقل رم 4 گیگابایت و برای نرم افزارهای قوی‌تر و پیچیده‌تر حداقل رم 16 گیگابایت هست. اما تفاوت رم با هارد درایو یا حافظه ذخیره چیه؟ در واقع هارد محل نگهداری فایل ها و حافظه اصلی و حافظه بلند مدت رایانه است، به این معنی که شما میتونید به اندازه حجم هاردتون فایل در سیستمتون ذخیره کنید و اینکه هارد نقش زیادی در پروسه انجام برنامه ها نداره. در کنار هارد درایو کارت های ذخیره SSD هستن. این قطعات کاربرد و عملکرد بهتری نسبت به هارد درایو ها دارن. شما میتونید یک SSD برای نصب ویندوز، برنامه‌ها و نرم افزارها و یک هارد درایو برای ذخیره سایر فایل‌هاتون انتخاب بکنید. SSDها از لحاظ سرعت عملکرد و نوع رابطه به 3 دسته تقسیم میشن. نوع اول SSDهای SATA هستن. این مدل‌ها سرعت کمتر و اندازه بزرگتر و قیمت پایینتری دارن. مدل بعدی SSDهای M2 هستن. این نوع از SSD هم همونطور که گفتیم بر روی مادربرد و پایینتر از پردازنده نصب میشه. M2 ها نسبت به SATA ها اندازه کوچکتر و توان و سرعت بالاتری دارن. و نوع آخر SSD ها که ورودی شبیه به کارت های گرافیک دارن و در کنار کارت گرافیک قرار میگیرن. این مدل بالاترین سرعت رو داره، اما به خاطر قیمت خیلی بالا توصیه نمیشه. شما میتونین بین هارد درایو های HDD و SSD یکی از این دو قطعه یا هر دو رو انتخاب کنید. در نظر داشته باشید که SSD ها به جهت داشتن عملکرد بهتر قیمت بالاتری هم دارن. پیشنهاد ما به شما تهیه یک SSD با ظرفیت 256 یا 512 گیگابایت و یک هارد درایو با ظرفیت 1 یا 2 ترابایت است. و آخرین قطعه اصلی در کیس کارت گرافیک. در سیستم رایانه دو نوع پردازش در جریان هست. پردازش اول مربوط به پردازنده بود که وظیفه پردازش برنامه‌ها، کدها و سیستم‌ها رو داشت. دومین پردازش که پردازش تصاویر هست مربوط به کارت گرافیکه. کارت گرافیک وظیفه پردازش رنگ‌ها، شکل‌ها و در اصل هر چیزی رو داره که در مانیتور یا نمایشگر به شما نشون داده میشه. اگه به دنبال راه‌اندازی سیستمی هستین که برای ویدیو گیم هم مناسب باشه، این قطعه اهمیت زیادی برای شما داره. در حال حاضر چیپست کارت‌های گرافیکی توسط دو کمپانی انویدیا و AMD تولید و عرضه میشه. به طور کلی کارت‌های AMD برای گیمینگ بهره‌وری بهتری دارن، اما برای زمینه کار طراحی کارت‌های انویدیا عملکرد بهتر و قوی‌تری رو از خودشون نشون میدن. سه نوع RTX، GTX و کوادرو موجودن. کارت‌های GTX با توان بالا برای استفاده گیمینگ و پردازش‌های تصویری قوی. کارت‌های RTX با تکنولوژی پیشرفته‌تر نسبت به GTX برای ایجاد نورپردازی و شبیه سازی‌های فیزیکی واقعی. و کارت‌های کوادرو که مورد استفاده پردازش‌های سنگین و محاسبات حجم مثل پروژه‌های معماری، انیمیشن‌ها، شبیه سازی‌ها و رندرهای طولانی مدت هستند. تعداد زیادی از نرم افزارها از پردازش کارت گرافیک استفاده می‌کنند و یا اینکه این امکانو در اختیارتون میذارن تا بین پردازش توسط کارت گرافیک یا پردازنده یکی رو انتخاب کنید. همینطور کارت گرافیک میتونه تعیین کننده باشه که شما میتونید از چند مانیتور به صورت همزمان حین کارتون استفاده بکنید یا خیر. کارت گرافیک های نسل جدید امکان استفاده موازی به صورت چندتایی رو دارن. این قطعات با تنوع بسیار زیادی در بازار موجود هستند. برای نرم افزارهای ساده‌تر حداقل حافظه کارت گرافیک 2 گیگابایت و برای نرم افزارهای سه‌بعدی و یا ویدیو گیم حافظه های 4 یا 6 گیگابایتی مورد استفاده هستند. بریم سراغ قطعات جانبی. اولین قطعه فن خنک کننده. فن‌های خنک کننده‌ای که شما باید برای سیستمتون تهیه بکنید دو دسته هستن. فن‌های خنک کننده کیس که به احتمال زیاد بر روی کیس وجود دارن. این فن‌ها معمولاً در 4 طرف کیس قرار می‌گیرن و وظیفه گردش هوای داخل کیس رو به عهده دارن. و فن خنک کننده پردازنده تنها فنی هست که بر روی پردازنده و مادربرد قرار می‌گیره و وظیفه‌اش تنها خنک کردن همون قطعه است. قاعدتاً هرچه که قدرت پردازنده شما قوی تر باشه برای حفظ دما به فن قوی تری هم نیاز داره. فن‌های پردازنده در دو دسته آبی و بادی وجود دارن. برای اندازه‌گیری قدرت فن‌ها باید به ابعاد، سرعت گردش، جنس فلز یا پلاستیک دقت کنید. همچنین این قطعه باید با نوع سوکت پردازنده و مادربرد سازگار باشه. آخرین قطعه‌ای که در صورت نداشتن باید تهیه‌اش کنید وای فای برای اتصال اینترنت بیسیمه. بعضی از مادربردها این قطعه رو ندارن و شما باید جداگانه اون رو تهیه بکنید. دانگل های وای فای به دو صورت اینترنال و اکسترنال در بازار موجود هستند. دانگل های اکسترنال وای فای در پورت های یو اس بی کیس قرار میگیرن و دانگل های اینترنال در مادربرد. همچنین اگر به بلوتوث برای کامپیوترتون نیاز دارید اون رو هم میتونید به صورت اکسترنال و با پورت یو اس بی تهیه بکنید. تا به اینجای آموزش در مورد قطعات اصلی روی مادربرد و کیس صحبت کردیم. بریم سراغ بقیه قطعات.
شما برای استفاده از کامپیوتر به یک نمایشگر یا مانیتور نیاز دارید. مانیتورها برای طراحان قطعات مهم و تاثیرگذاری هستند. استفاده از مانیتورهای دیواری، مانیتورهایی که پایه‌های متحرک و چرخان دارند یا استفاده همزمان از چندین مانیتور به صورت همزمان اندازه، کیفیت و ویژگی‌های خاص‌تر درباره یک مانیتور میتونه تعیین کننده کیفیت کار شما باشه. مانیتورها در انواع LCD، LED و با صفحات منحنی یا تخت هستند. مانیتورهای LED از کیفیت بالاتری برخوردارن و قیمت بالاتری هم دارن. اگر قصد خرید مانیتور در ابعاد بزرگ مثلا 27 اینچ یا بالاتر رو دارید، بهتره تا از مانیتورهایی با صفحات منحنی استفاده کنید. به دلیل اینکه با چرخاندن سر زاویه این مانیتور تغییر نکنه و شما تصاویر رو در اندازه مشخص خودشون ببینید. اما اگر از اندازه‌های کوچکتر استفاده می‌کنید، به مانیتور منحنی نیاز ندارید. درباره اندازه هم اندازه 20 اینچ حداقل اندازه نمایشگر برای یک طراح محسوب میشه. برای پشتیبانی از طیف رنگ‌ها، مانیتورها دارای دو فضای رنگی به نام‌های Adobe RGB و sRGB هستند. این دو طیف رنگی هستند که نشون میدن یک نمایشگر توانایی اجرا و نمایش چه مقدار از رنگ‌ها رو داره. اما تفاوت‌های این دو طیف رنگی چیه؟ به طور کلی Adobe RGB طیف گسترده تری از رنگ ها رو پوشش میده. اگر عکاس حرفه‌ای هستید یا میخواید تصاویر مورد نظرتون رو چاپ و پرینت کنین، نمایشگرهای Adobe RGB نتایج تاثیرگذارتری برای شما دارن. همچنین این نوع از نمایشگرها قیمت بالاتری هم دارن. در غیر این صورت یک نمایشگر sRGB با کیفیت برای شما کفایت میکنه. این مقدار برای هر نمایشگر با درصد اندازه‌گیری و نمایش داده میشه. دو المان دیگه هم برای نمایشگرها تعیین کننده است و اون هم نرخ تازه سازی تصویر و مدت زمان پاسخگویی تصویره. مدت زمان پاسخگویی به زمانی اختصاص داره که رنگ تصویر مانیتور تغییر میکنه و تصویر جدید ایجاد میشه. این زمان معمولاً بین 1 تا 5 میلی ثانیه است که طبیعتاً سرعت 1 میلی ثانیه عملکرد با کیفیت تری داره. نرخ تازه سازی تصویر هم مدت دفعات بروز رسانی تصویر در 1 ثانیه است. این دو المان معمولاً حساسیت گیمر هاست و چندان تغییری در کیفیت کار شما نداره. قطعه اتصالی بین مانیتور و مادربرد یک کابل که میتونه کابل RGB، DVI، HDMI، تایپ C، دیسپلی پورت یا مینی دیسپلی باشه. موس و کیبورد. این دو قطعه پل ارتباطی شما در زمان استفاده از کامپیوتر هستند. به نوع با سیم و بی سیم با اتصال بلوتوث تقسیم میشن. موس ها دارای مدل های بسیاری هستند. موس های عادی و موس های اداری که شکل ساده‌ای دارن یا موس های گیمینگ که ظواهر زیباتری دارن و دارای دکمه های شورتکات هستند. موس هایی هم هستند با عنوان موس های ارگونومیک که به شکل ایستاده هستند و به صورت تخصصی برای کاربردهای طراحی ساخته شدند. همچنین موس ها دارای تنظیماتی به نام DPI هستند. این تنظیمات که معمولاً با 1 یا 2 دکمه بر روی موس مشخص شده عملکرد و سرعت موس رو تعیین میکنه. کیبورد ها هم به همین صورت از انواع مختلفی هستند. بعضی از اونها دارای RGB هستند که باعث میشه زیباتر بشن و اینکه برای استفاده در شب هم مناسب هستند. کیبوردهای مکانیکال معمولاً عملکرد بهتری برای طراحا و گیمرها دارند. به این دلیل که در ساخت اونها از تکنولوژی‌های بالاتری استفاده شده. همچنین استحکام بالاتری هم دارن و در مدت طولانی استفاده کمتر باعث خسته شدن و آسیب به دست میشن. آپشن دیگه‌ای که برای کیبوردها اهمیت داره تعویض دکمه هاست. اگر این امکان براتون اهمیت داره، حتما موقع خرید کیبورد بهش دقت کنید. اما در کل هر موس و کیبوردی فقط به شرط سالم بودن میتونه برای شما کافی باشه و برای طراحی در هر نرم افزار و تخصصی به ابزارهای گران و قیمت خاص نیازی ندارید. خب بخش تعریف قطعات رایانه خانگی در اینجا به پایان میرسه. در بخش بعدی بررسی میکنیم که برای کار طراحی لپتاپ گزینه بهتری است یا رایانه خانگی.